سلام. امروز بین کارهایی که داشتم انجام میدادم یه سری به تقویم زدم تا تاریخ یکی از پژوهشامو فیکس بکنم. نام ماهو که دیدم، چیزی که ممکنه هر روز توی تقویم الکترونیکمون ببینیم، ذهنمو درگیر کرد. چرا اردیبهشت؟ اصلا اردیبهشت یعنی چی؟ راستش تصور خودم این بود که خب اردیبهشت از واژه بهشت لابد اومده و اینکه شاید معتدل بودن هوا رو در نظر داره. اما چون بهترین کار رفتن به منبع هر مسئله علمیه و به اصطلاح باید از سرچشمه هر مسئله رو دنبال کرد، رفتم چند تا منبع رو دیدم و حاصلش یه تحقیقاتی شد که الان میخوام خدمت شما عرض کنم. خب اردیبهشت که نام اوستایی اون اشویهشت هست، دومین امشاسپند از 6 امشاسپندیه که اهورامزدا اونها رو کمک میگیره برای اداره جهان و اطلاعاتی که تا اینجا ما به دست آوردیم اینه که این امشاسپندها هم نامیرا هستند. خب حالا پیدایش اردیبهشت، این امشاسپند چیه؟ کتاب دانشنامه نوین میگه که مشهور است که زرتشت پیامبر به برکت قوه ابتکار خویش این موجودات روحانی و غیر عادی را بر جای ایزدان قدیم اقوام آریایی برنشاند و برای اولین بار در گاهان هفت‌هات نام امشاسپندان آورده شده. حالا میریم دنبال وظایف و خویشتن‌کاری‌های امشاسپندان. این رو میتونید توی منبع تأثیر 7 امشاسپند در آیین کردان اثر آقای حشمت الله طبیبی ببینید. اما حالا من یک توضیح خیلی اجمالی در رابطه با این امشاسپند به شما میدم. ایشون توی این کتاب می‌فرمایند که هر یک از امشاسپندان از جمله اردیبهشت وظیفه‌ای بر عهده دارد تا چرخ زمان را بر اساس میل اهورامزدا و علی‌رغم کوشش‌های اهریمن یا انگرمینو برای برهم زدن نظم جهان به چرخش درآورد. او نیایش‌ها را زیر نظر دارد و هم در این جهان و هم در جهان مینوی و دوزخ نظم را برقرار می‌کند تا گناهکاران بیش از حد مجازات نشوند و همچنین نماینده او در جهان آتش است. او به همراه ایزد آذر گروهی از دیوان را که باعث تأخیر در بارش باران شده بودند از میان برمی‌دارد. این نکته که آخری گفتم شاید به فصل بهار یک ارتباطی داشته باشه، یعنی اینطوری میتونیم اینا رو قفل و بند و پیدا بکنیم. خب اردیبهشت نماد آتش، نماد پاکیه و قانون دگر ناپذیری جهان از این ماهه. و برایم یه نکته که خیلی جالب بود این بود که اردیبهشت داره جنسیت مؤنثه و به اصطلاح ایزد بانوه که به عنوان یک زن ایرانی به خودم میبالم که جایگاه زن در اساطیر ایران چقدر والاست که امشاسپندان هم از جنس بانوانند. در این ماه، یعنی این امشاسپندی که بعدها نام یک ماه 30 روزه‌ای رو داره، جشنواره اردیبهشتگان توش برگزار میشه که حتما در یک فرصت دیگه اون رو به طور کامل براتون توضیح خواهم داد. در پناه ایزد پاک باشید تا ویدیوی دیگه. بدرود.